90,000 برادر عزیز. این موتور 2000 است. 2004 مدلش هست. استیکر داره. ماشین گیربکس کمپانی است. کاتوبریتا کار نداره. قیمتش 1,80,000. 10,000 بخاطر مسافرین اعلام میکنم. 10,000 بخاطر روی شما عید آمدن اعلام میکنم. 5 بخاطر شما 5 بخاطر عید آمدن آمدید کم میکنم. 1,70,000. 1,70,000 1,60,000. 1,60,000 افغانی. خیر ببینید لالا سراب. یک موتور تاکسی است به خیالم. تاکسی است. تاکسی کاندایی است. ماشین گیربک دبل مدل 95 تلویزیون قالینچه بدر گازیکدگی است. شرط پلیت است. نه دوستای عزیز با 90,000 افغانی صاحب یک دونه تاکسی شود. وقت کم است. وقت کم است. تاریک شده اشتوا که مهم تعداد موتور زیاد است نمونیم خلاصه میکنیم. یعنی کرولا 93 است قیمتش 90,000. 90,000 موتور یک ذره معلومات بتین امیر 90,000 مدل 93 ماشین گیربک دبل گازیکدگی شرط استیکر 90,000. خیر ببینید اونا درم کم نکنم 80,000. 80,000 افغانی. موتور دولی همسایه است برادر دیگه جای نیست. به خاطر که دوستای عزیز جای کم است. برادر عزیز اون موتور ترک است بودی داره گازی است شرط استیکر است پنگیر است کمکاش فال 1,50,000 10 بخاطر مسافرین کم میکنیم 5 بخاطر شما 5 بخاطر مسافرین 5 بخاطر خلاصه گم 1,20,000 1,20,000 و دیگه ایش هم 1,20,000 برادر 1,50,000 نرخ آخرین کپش کلی کپاش کشته بیا طرف میاد سراب که موتور این طرف هر دوش کمک دار از ما گفتن ما کمک دار است خیر ببینید ما از همین طرف قصه کردم میریم که و همکارمون تصویر ما رو داشته باشه برادر عزیز این موتور کرولا جگری است ماشین گیربک دبل گازیکدگی کالیچه داره است کلش فوق العاده برابر است 90,000 افغانی. بله موتور اقتصادی چند اقتصادی براتون خلاصه براتون دوستای شاید باورتون نشه این موتور رو برادر بی ام دبلیو است این برادر بچهای تهران فروختیم فروختیم بله اندال نه سر پیام نمیزنم قبلش خلاص زیرم این خلاص شده دیگه سر از گام نمیزنیم این فروخته شده بچهای این هم فروخته شده ما این موتور آلتو ماشین گیربک کمپانی اتومات مدلش 2000 پلیتای 3 سال پاک 6 برقی موتور غیر چتکا دو دیگه مشکل نداره 3 سال پلیتاش پاک قیمتش بده $1,400 خط خلاصش کلی گپاش گشته $1,200 روز عید میخری دیگه معاف است $1,100 کسایی که روز عید میاد خیر ببینید باز پوسه است دیگه مسافرین که از دهید رسانه خود روز عید میرسونه با خاطر که تلاش که زحمت کرده خود از افغانستان میرسه سر اولادش میرسه دیگه بختور نگم میکنه روز عید شما گفتین که روز عید باز نفر هست اینجا کس بیا ما 24 ساعت دکان تکرار میکنم برادر عزیز اینجا که نماز دیگه شد دکان اینجا بسته میشه فردا تا ساعت 8 9 بجه دکان اینجا بسته است از ما 24 ساعت فال برادر شاو چوکیدار شخصی دارم هر گپ شاو فقط اون اومده ما زنگ میزنم قدم نماینده است 4 5 نفر شب روز خدمت مردم هست 4 5 نفر قدم است لمبار بچه‌ها ذکر است اگه خودم بود نمی فقط جابته ما است برادر خیر ببینید ما در خدمت مردم هستیم برادر عزیز تشکر این موتور پاسود 2005 تلویزیون داره قالینچه داره دکوریشن داخلش هم برابر است گازی هم است استیکر بلخ است قیمت قطعش $500 $500 بله